به نام خدا. سلام دوستان، امروز میخوام در مورد این تراز لیزری با هم دیگه خود صحبت کنیم که اگر خواستیم این تراز لیزری بخریم از قبل یه اطلاعاتی داشته باشیم و بدونیم مشخصات تراز لیزری ها چیه و چه تراز لیزری به درد من جوشکار یا به درد من آهنگر میخوره، برم همونه بخرم. نه تنها آهنگری بلکه خیلی از شغلای دیگه هم که تراز لیزری استفاده میکنن دیدن این کلیپ رو براشون سفارش میکنم. من فقط تو این کلیپ الان فقط هدفم اینه که مشخصات یه تراز لیزری خوب و معایب و مزایاش رو با هم دیگه صحبت بکنیم. اینکه چه مارکی بخرید و چه مدلی بخرید این به خودتون مربوطه، من تو این موضوع ورود نمی‌کنم. من خودم تو تراز لیزری دارم، میشه STI و یکیش هم نوواه، حالا کاری مدلش ندارم، مارکشون اینه. در مورد اینکه تراز لیزری اصلا سه خط بودنش چیه و اینا خودم در مورد این صحبت می‌کنیم. ببینید این تراز لیزری که من دارم، خب بهش به این تراز لیزری به این دسته از تراز لیزری میگن تراز لیزری سه خط 360 درجه. یادتون باشه سه خط یعنی هر سه تا خط 360 درجه رو کامل پوشش میده. اینجوری نیستش که فقط شما تراز لیزری جلو بذارید فقط از جلو یه دونه به علاوه بهتون بده و از بالای 360 درجه داشته باشید. همچین مدلی نیستش. این کامل سرچ بعد اگه خواستین بخرید حتما همین مدل رو بخرید، نه این مدل ها، بعد که سه خط بخرید سه خطش هم 360 درجه باشه. ببین در مورد شدت نورش و کیفیتش، من نورش رو زیاد کنم شما ببینید. این در مورد شدت نورش، اون ساختمون تقریبا 70 متر با ما فاصله داره. آقا عرض بگید تو نور شب اگر نگاه بکنید کاملا میتونید ساختمون ببینید. حالا تو گوشی دیده میشه یا نه. اینجا هستش آقا عرض، اینجا میتونید ساختمون نور خیلی خوبی داره. این مدل 360 درجه چون شدت نورش خیلی زیاده. اگه خواستید بگیرید یه دو تراز لیزری بگیرید شدت نورش زیاد بشه. چرا؟ چون بعضی وقتا شما ممکنه تو نور روز و تو نور آفتاب کار کنید، مثل اون تراسی که ما توی شهر زیبا زدیم و الان کلیپش هم گذاشتم توی کانال. ما دقیقاً واسه آفتاب کار کردیم. اونجا ما می‌خواستیم احتیاجش این تراز کنیم، تقریباً 10 متر هم طول کار، تقریباً 8 متر طول کارمون بود و مشکل داشتیم. حتی من توضیح دادم توی کلیپ دیگه توضیح دادم که تو نور روز که اجازه نمیده نور تراز لیزری شما ببینید با فاصله های طولانی‌تر چطوری نور تراز لیزری پیدا کنید. یه راهکار فوق‌العاده ساده داره، هممون هم میتونیم انجامش بدیم. کلیپشو براتون میذارم لینکش آخر کلیپ براتون میذارم. حالا پس اگر خواست بگید تراز لیزری سه خط بگیرید. حالا در مورد سه خط بودنش من توضیح بدم چرا میگیم سه خط بگیر. ببین اینکه خط عمودیشه، خواستید یه جای عمود تراز بکنید به راحتی میتونید این کارو انجام بدید. این خط عمودیش، اما خط عمودی این دو تاست. نگاه کنید اینجا رو، یه به علاوه بهتون میده. این به علاوه کجا به درتون میخوره؟ شما یه زمینی دارید، میخواید تو این زمین تو صفحه ستون بذارید، میخواید ستون کار بکنید، اصلا میخواید مساحت زمینتون پیدا بکنید، میخواید ببینید اصلا زمینتون واقعا مربع یا مستطیل هست یا نه، یا یه گوشهش واقعا 90 درجه هست یا نه. شما اینو به راحتی میتونید گوشه زمینتون اینو تراز بذارید گوشه زمینتون و حالا مخصوصا تو نور غروب که دیگه با فاصله 70 80 متری هم قشنگ نورش دیده میشه و به راحتی میتونید زمینتون رو اینجوری گونیا در بیارید. یا اصلا نه زمین دارید میخواید توش اسکلت بکارید، میخواید صفحه ستون بذارید، میخواید چاله بکنید، هر کاری میخواید بکنید که احتیاج به زاویه 90 درجه دارید، این براتون فوق العاده است. حالا یه جای دیگه هم هست، شما میخواید چه بدونم میخواید یه میزی بسازید که گونیا میخواید باشه، یه صفحه‌ای رو میخواید درست کنید که میخواید گونیا باشه، خلاص میخواید یه چیزی درست کنید که میخواید گونیا باشه. این سه خط بودنش اینجا فوق العاده است و خیلی عالی جواب میده. توی این ساختمون اگه نگاه بکنید، توی این ساختمون هم چیدمان داخلی دیواراش انجام نشده. من توی جدی تو فلا پارسال کار کردیم، این تراز رو بردم تو اون STI داشت، این STI رو بردم و دیوارهای داخلیشو با همین این گونیا کردیم. خیلی هم صاف و تمیز و دقیق در اومد با همین گونیا 90 درجه. این بس این کاربردش فوق العاده زیاده و فوق العاده هم عالیه. اینو حتما حواسمون رو خواستید بخرید حتما سه خط باشه. دوستان ببخشید من اینجوری پامو دراز کردم نشستم، به خاطر اینکه سرد ما دیگه وقتی دیگه خسته‌ام شدیم دیگه واقعا نوع ندارم دیگه، من بشیدم اینجا. خب در مورد دو تا نکته دیگه هم صحبت بکنم که مهمن. این باتریش، این STI من، این مارک STI ما، این زیر جای باتری داره، 4 تا باتری قلمی بهش میخوره. خوبه باتری قلمی بالاخره این جدا میشه میبینی و بعد استفادهش میکنید و اینا، ولی ایرادی که داره اینه که بیشتر از یک روز کار نمیکنه باتری قلمی براتون. ولی به جاش چی داره؟ شارژر موبایل داره. مثلا ما یه دفعه میبینی پیش میاد این STI وصلش میکنیم، یا شارژر موبایل وصلش میکنیم به این شارژر موبایل رو مثلا میذاریم یه دفعه از صبح تا شب روشن میمونه، از صبح تا شب یه دفعه روشن میمونه و کارمون راه میندازه. این شارژر موبایل داشتنش خیلی عالیه، ولی باتری خورد بودنش این مدلش باتری خورد بودنش باعث میشه که خود اذیت کننده بشه. اما حالا این مدل
این نوایی که دارم نگاه کنید یه باتری قابل شارژ داره که با شارژر موبایل شارژ میشه و فوق العاده هم باتریش قویه. مثلا اگه شما بخواید 24 ساعت به صورت یک سره دستگاهتون روشن باشه، به راحتی شارژش به راحتی موبایلش جواب میده، باتریش جواب میده. مثلا ما که صبح میایم، ما شب میزنیم تو شارژ میریم، دوباره صبح میایم که استفادهش بکنیم، تا شب کار میکنه، فقط یه خطش تمام میشه. نهایتا دیگه خیلی دیگه باش کار کرداشون دو خطش تمام میشه. هیچ وقت تا حالا تموم نشده که بگیم آقا تموم شد بزن به شارژ بشه. این مزیتش خیلی عالیه. و گذشته از اون خود اینم همینطور، خود اینم با همون شارژر موبایل کار میکنه. اینجا جای شارژ موبایل اینه، میتونید بزنید به شارژ موبایل، الان چراغش روشن شد، اینجا داره شارژ میشه. ببینید میتونید بزنید به شارژر موبایل، اصلا یک سره براتون روشن میمونه. من میکشم ببینید خاموش میشه. حالا خاموش میشه. پس اینم در مورد این. نکته بعدیش این که آهنربای اینا ترجیحاً یه دستگاهی بخرید که آهنرباش خیلی قوی باشه. ببین الان این دستگاه من آهنرباش فوق العاده قویه. ببین یه ذره اومد پایین. ما که چقدر تراز لیزری همچین کاری باهاش نمی‌کنیم. من شما مثلا کلیپشو بگیرم شما ببینید. آهنرباش خیلی قوی باشه. این دستگاه ما این مدلش آهنرباش ضعیف بود و یه جا داشتیم کار می‌کردیم، یه خود آهنی که چسبیده بود یه مقدار کوچولی ایراد داشت، مثلا رنگی که بهش زده بودن بد رنگ خورده بود، باعث شده بود که یه ضخامتی به آهن داده بود و این آهنرباش نتونست جوابگوی وزن این باشه و این افتاد زمین. یه ارتفاع تقریبا 1 متر تا 2 متر افتاد زمین و شکست. این چراغ این شیشه شکست. ببینم کدوم شیشه اینا، این شیشه شکست و چون گرد و خاک دیگه پر میشه این تو و از کالیبر در میاد، دیگه عملا دیگه این کاربردی نداشت برامون. و اینکه یه دونه خطش هم خاموش شد و چراغش هم صداش هم افتاد. یه صدا هم داشت که وقتی که کالیبر نبودنی، من روشن کنم ببینید، وقتی که تراز نبودنی سود میزد، این صداش هم افتاد. این الان ترازه، میبینید ثابت ایستاده، چشمک نمیزنه. اما اگه تراز نباشه مثل الان چشمک میزنه. خلاصه این چون شیشه‌اش شکست و پیدا نشد دیگه، برای همین ما این از رده خارج کردیم، فقط آوردیم گذاشتیمش برای کارهایی که خیلی حساس نیستن استفاده می‌کنیمش دیگه اینو. ولی این یکی دستگاه نه، این یکی دستگاه برای کارهای حساس‌تر استفادهش می‌کنیم. یعنی رفتیم مثلا اینو خریدیم به خاطر اینکه این چراغ این شکست، شیشه این شکست. پس حواستون باشه اگه دستگاهی می‌خرید از قبل طی بکنید، بپرسید، پرسجو کنید قطعات یدکیشون پیدا میشه یا نه. قطعه یدکی شیشه این پیدا نشد، تو بازار نبود. برای همین از رده خارج شد. الکی اون موقع 6 میلیون پول بنداریم رفت. تا الکی نه خوب بود، کار می‌کرد. ما خودمون شکوندیمش. منظور اینه که قطعات نداشت. حالا اینو من خریدمش تقریبا 9 تومن اون موقع. حالا فعلا که داریم ازش نگهداری کردیم، اتفاقی هم براش نیفتاده. تا اون خدا چی می‌خواد. دوستان من فقط خواستم تو این کلیپ اصلا قصد مقایسه نبود و اینکه بگم کدوم دستگاه بهتره کدوم دستگاه بدتره بخرید نخرید مثلا نیست. لطفا کامنت هم ننویسید که آقا من چه دستگاهی بخرم، من سر در نمیارم. من خودم رفتم تو بازار گفتم یه تراز لیزری بده، تراز لیزری خریدم اومدم خونه، همین. سر در نمیارم. اما اگر بخواید شماره فروشگاه‌هاشون رو میتونم بهتون بدم، مشکلی ندارم. اینکه اینو از حسن آباد خریدم، اینو از تو محل خریدم. اینکه کدومو حالا شماره‌هاشون رو دوست دارید، شماره‌هاشون رو بهتون از نمایندگی خریدم، اینم از نمایندگی خریدم، متأ تو محل این تو حسن آباد. جفتشون هم اتفاقا اگه بگید از پیج من اومدید بهتون تخفیف میدن. یعنی شما خریدتون رو بکنید، موقع کارت کشیدن اون موقع تخفیف بگیرید تا این حد. نه اینکه اول بیاد بگید من پیج فلان اومدم تخفیفم بهم بدید. نه، خرید رو بکنید که خیالتون راحت باشه، قیمتتون مشخص شده باشه. بعد که اصلا پیج ما رو بگید تخفیف ریزی هم دوباره بهتون میدن. و دوستان هدفم تبلیغات نبود تو این کلیپ، این که الان آخرش گفتم فقط برای اینکه مطمئنم بعد از این دوستان زیاد از من میپرسن که از کجا خریدی و آدرس تو فلان اینا. بعد اگه خواستید بخرید یادتون باشه تراز لیزری 3 خط باشه، 3 خطش هم 360 درجه باشه، ترجیحاً باتریش مثل این باشه، شارژی بشه، حتما شارژر موبایل 100% بهش بخوره، حتی باتری قلعی بخوره، چه باتری شارژی بخوره. سرجیان نورش سبز باشه. اینم بگم من نور قرمزم امتحان کردم تو نور روز، نور قرمزم امتحان کردم تو نور روز. تقریبا خیلی دیگه من خط 2 تا 3 متر بود تو آفتاب، 2 تا 3 متر بیشتر نداد. اتفاقا اون مارکش هم چیز بود، کنزاکس بود. کنزاکس اون به ما 2 تا 3 متر بیشتر حالا نور نداد. البته بگم اون مدلش شاید مدل دیگه‌اش فرق کنه. اما این نوبه رو این استیای هم همین، اینم تو نور روز بیشتر از 3 متر به من تو نور خط نداد. دیگه فکر کنم دیگه آخرش 4 متر مثلا یه فاصله اینجوری خط داد، بیشتر نداد. ولی این نوبه تا 5 6 متر رو من خط داد، چون نورش شدت نورش بیشتر از اینا بود. این مدلش شدت نورش بیشتر بود. بعد اینکه میگن تراز لیزری سبز بخرید یا قرمز بخرید، من سبزش خریدم به هوای اینکه میگفتن تو نور روز خوبه.
ما تو روز امتحان کردم، فرقش تقریبا 2-3 متره، بیشتر از این نور نمیده. یعنی شما خواستین قرمز هم بخرید خوبه، بد نیست، اون تو سبزه 2-3 متری بیشتر نور داد. اینم در مورد این موضوع. دیگه بزنم نمیرسه. دوستان اگه شما چیز دیگه میدونید بلدید کامنت کنید تا بقیه دوستان و من هم استفاده کنیم. یه خواهش ازتون بکنم، ما پیج راه انداختیم که دوستان دیگه هم از کنار این پیج ما استفاده بکنن و حالا روزی زن و بچه‌شون به یه نحوی در بیارن. آقا ما از شما هیچی نمیخوایم، کاملا رایگان داریم همه چی رو شما میگیم. فقط یه خواهش ازتون دارم، به عنوان اصلا شما بذارش به عنوان اجرت، اون هر چی دوست دارید. آقا اجرت ما باشه صدقه، اجرت ما باشه سلامتی امام زمان، یعنی یه صلوات بر سلامتی امام زمان بفرستید، من به همین راضیم. این میشه اجرت کار من، اجرت این چیزی که شما یاد گرفتید. نه کانال تلگرامی داریم، نه دوره داریم، هیچی نداریم. آقا هر چی بلدید ریختیم تو آپارات تو یوتیوب، همتون استفاده کنید. فقط به این شرط که برای امام زمان و صلوات، حتی اگه اعتقادم نداشت شما صلواتش بفرست بقیه‌اش و دوستتون دارم. بس فقط سلامتی امام زمان یادتون نره، حتما دعا کنید، یه صلوات بفرستید. یا